یه نفر توی دایره نزدیکانت داره بی صدا آرزو میکنه که شکست بخوری. اونها باهات میخندن، بغلت میکنن، میگن بهت افتخار میکنم. اما هر بار که اتفاق خوبی توی زندگیت میفته، یه سوال به ظاهر بیگناه میپرسن که باعث میشه احساس کوچیکی، سردرگمی یا بابت برنده شدن احساس گناه کنی. اون کنجکاوی نیست، اون حسادتیه که لباس دوستی پوشیده. و وقتی این 3 سوال رو واضح بشنوی، دیگه هیچ وقت نمیتونی نشنیدشون بگیری. بیا مستقیم بریم سر اصل مطلب. من اینجا نیستم که تو رو بدبین کنم. من اینجام تا بهت شفافیت بدم. چون حسادت همیشه به شکل نفرت نمیاد. گاهی به شکل نگرانی میاد، گاهی به شکل شوخی، گاهی هم به شکل سوالهایی که معمولی به نظر میرسن، تا وقتی که توی ذهنت مرورشون میکنی و میگی یه لحظه صبر کن. چرا اصلا باید همچین چیزی ازم بپرسی؟ و بخش ترسناکش اینجاست که تقریباً از همه ما قبلاً یکی از این سوالها پرسیده شده. تفاوت توی نیت هست. پس بیا بشکافیمش. 1. اصلاً چطوری تونستی اون کار رو انجام بدی؟ این یکی بی خطر به نظر میرسه، حمایتی به نظر میرسه، انگار از سر علاقه است، اما لحن همه چیزه. یه دوست حامی میپرسه چون میخواد یاد بگیره. یه دوست حسود میپرسه چون باور نمیکنه که تو لایقش باشی. دقت کن که سوال چطوری مطرح میشه. نباید بهت افتخار میکنم که بعدش کنجکاوی باشه. نباید بهم یاد بده چطوری انجامش دادی. نه، معمولا با یه مکس، یه ابروی بالا انداخته یا یه نیم لبخند همراهه. انگار دارن سعی میکنن معمایی رو حل کنن که نباید وجود داشته باشه، چون توی ذهنشون تو قرار نبود برنده بشی. این سوال درباره فرایند نیست، درباره ناباوریه. اونها دارن ذهنی دنبال میانبر، شانس، پارتی یا تقلب میگردن. هر چیزی که موفقیت تو رو کم ارزش‌تر جلوه بده. اونها دنبال یه نقص توی داستان میگردن. میخوان بگن آهان واسه همون بود که برد، تا از این حقیقت تلخ که تو واقعاً رشد کردی خلاص بشن. وقتی کار سختت رو توضیح میدی ساکت میشن. وقتی از سختی‌هات میگی جوری سر تکون میدن که انگار بالاخره چیزی پیدا کردن که بهش بچسبن. وقتی به شانس اشاره میکنی آروم میشن، چون شانس یعنی اون موفقیت واقعاً کار تو نبوده. یه دوست حسود از یه چیز بیشتر از موفقیت تو متنفره. اونها از این ایده متنفرن که تو حقت بوده که بهش برسی. پس اگه کسی هر بار که لول اپ میکنی مدام میپرسه اصلا چطوری تونستی اون کار رو بکنی، این رو بفهم. اونها نمیپرسن که الهام بگیرن، دارن میپرسن تا خیالشون راحت بشه که تو از اونها بهتر نیستی. و این ما رو میرسونه به سوال دوم. 2. فکر نمی کنی داری زیادی تند میری، زیادی کار میکنی. این یکی خیلی موذیانه است. این یکی در لباس نگرانی میاد. این یکی تظاهر میکنه که نگران سلامت روانت، تعادل زندگیت و آرامشت هست. اما بیا صادق باشیم. هیچ کس وقتی داری استعدادت رو هدر میدی این رو نمیپرسه. هیچ کس وقتی درجا میزنی این رو نمیپرسه. هیچ کس وقتی یه آدم معمولی هستی این رو نمیپرسه. اونها فقط وقتی این رو میپرسن که تو متفاوت حرکت میکنی، وقتی برنامه‌ت عوض میشه، وقتی اولویت‌ها تغییر میکنه، وقتی هدف‌هات هزینه‌اش گذشتن از راحتی میشه. ناگهان داری زیادی کار میکنی، ناگهان دیگه اون آدم سابق نیستی، ناگهان دلشون برای خود قدیمیت تنگ میشه. البته که تنگ میشه. خود قدیمی تو موقعیت اونها رو توی زندگیت به چالش نمیکشید. خود قدیمی تو باعث نمیشد اونها به تنبلی خودشون فکر کنن. خود قدیمی تو بهشون حس امنیت میداد. این سوال در واقع یه درخواسته که در قالب نصیحت پنهان شده. درخواستی برای اینکه سرعتت رو کم کنی تا اونها احساس عقب موندن نکنن. یه دوست واقعی ممکنه نگران خستگی مفرط تو باشه، اما هیچ وقت سعی نمیکنه جاه طلبی تو رو کوچیک کنه. ممکنه بگن استراحت کن، اما هیچ وقت نمیگن متوقف شو. ممکنه بگن قدم‌هات رو تنظیم کن، اما هیچ وقت نمیگن نورت رو کم کن. یه دوست حسود تو رو راحت میخواد، نه راضی. قابل پیش بینی میخواد، نه قدرتمند. در دسترس میخواد، نه در حال صعود. پس وقتی کسی مدام میپرسه داری زیادی کار میکنی یا نه، خوب گوش کن، چون گاهی اوقات زیادی کار کردن در واقع یعنی داری بیشتر از من کار میکنی و این داره من رو اذیت میکنه و اون ناراحتی مسئولیت تو نیست. حالا بیا درباره خطرناکترین سوال کل این لیست حرف بزنیم. 3. چرا داری متفاوت رفتار میکنی؟ این سوال ایجاد گناه هست. این یکی خیلی عمیق میسوزونه، چون با هویتت بازی میکنه. باعث میشه به رشدت شک کنی. باعث میشه از خودت بپرسی نکنه متکبر، دور یا سرد شدی. اما بذار برات بازش کنم. اونها نمیپرسن چرا عوض شدی، دارن میپرسن چرا دیگه توی اون نقشی که برات تعیین کرده بودن جا نمیشی.
رشد همیشه برای کسانی که از محدودیت‌های قدیمی تو سود می‌بردن شبیه خیانت به نظر میرسه. وقتی زیاده روی در درد دل کردن رو قطع می‌کنی، وقتی دست از توضیح دادن خودت برمی‌داری، وقتی دیگه به محض درخواست اونها در دسترس نیستی، وقتی دیگه حرفای چرت رو تحمل نمی‌کنی، اونها بهش میگن متفاوت رفتار کردن. نه، تو داری همراستا با خودت رفتار می‌کنی. تو نمیتونی زندگیت رو ارتقا بدی و همون روابط قبلی رو حفظ کنی. غیر ممکنه. همیشه یه نفر دسترسیش رو به تو از دست میده. یه نفر همیشه احساس خطر میکنه. یه نفر همیشه دستش رو میشه. پس اونها این سوال رو میپرسن به این امید که تو بابت تکامل پیدا کردنت عذرخواهی کنی. به این امید که بهشون اطمینان بدی هنوز همون آدم قبلی هستی، هنوز در دسترسی و هنوز به یه شکلی پایین‌تر از اونها هستی. چون اگه تو متفاوت باشی، اونها مجبورن با این حقیقت روبرو بشن که خودشون همون جوری که بودن موندن. حالا بذار یه سوال جایزه یا همون بونوس هم بهت بگم. مطمئنی بعضی از دوستات بهت حسودی نمی‌کنن؟ این سوال معمولاً از طرف کسی میاد که خودش حسوده یا اهل رقابته و دلیلی که این سوال انقدر سنگینه یه فرافکنی ساده است. آدم‌هایی که بهت حسادت میکنن اغلب بقیه رو به حسادت متهم میکنن. آدم‌هایی که احساس خطر میکنن اغلب درباره تهدیدها حرف میزنن. آدم‌هایی که حس میکنن عقب موندن وسواس مقایسه دارن. دوستای حسود احساسات خودشون رو فرافکنی میکنن چون نمیتونن مال خودشون بدوننش. اونها بهت درباره آدم‌های فیک هشدار میدن در حالی که خودشون مخفیانه ازت متنفرن. اونها درباره اینکه موفقیتت موقتیه شوخی میکنن. اونها بردهاتو کوچیک جلوه میدن تا از غرور خودشون محافظت کنن. فرافکنی راهیه که ناامنی خودش رو پنهان میکنه. گاهی اوقات تو این رو سالها بعد میفهمی وقتی به عقب نگاه میکنی و متوجه میشی کی بود که یهو ناامیدت کرد، زیر سوال بردت یا کاری کرد که رشدت به جای اینکه هیجان انگیز باشه برات معذب کننده بشه. اونها سعی نداشتن بهت آسیب بزنن، داشتن سعی میکردن از تصویر خودشون محافظت کنن و همین اونها رو خطرناک میکنه. خب با همه اینها چی کار میکنی؟ تو با پرخاشگری باهاشون روبرو نمیشی، متهمشون نمیکنی، سخنرانی راه نمیندازی، تو فقط مشاهده میکنی. تو متوجه میشی کی با صدای بلند تشویقت میکنه و کی با احترام فقط تحملت میکنه. تو متوجه میشی کی سوال میپرسه که یاد بگیره و کی سوال میپرسه که بتونه با شرایط کنار بیاد. تو متوجه میشی کی با تو رشد میکنه و کی فقط وقتی دور و بر خود قدیمی توئه راحته. چون حسادت بلند و پرسر و صدا نیست، غیر فعال، ظریف، تکرار شونده است. اینها همون 3 تا سوالی هستن که توی مراحل مختلف رشدت پرسیده میشن. دوستای حسود سقوط تو رو نمیخوان، اونها درجا زدن تو رو میخوان. اونها تو رو به اندازه کافی نزدیک میخوان تا مقایسه کنن، اما به اندازه کافی دور که ازشون جلو نزنی. برای همینه که علنی برات کارشکنی نمیکنن. اونها فقط بذر شک رو میکارن و اجازه میدن خودت کار کوچیک کردن خودت رو انجام بدی و اگه بهشون اجازه بدی این کار رو میکنی. تو نیازی نداری توسط آدم‌هایی که اصرار دارن رشد تو رو اشتباه بفهمن درک بشی. تو نیازی به تایید آدم‌هایی که از محدودیت‌های تو سود می‌بردن نداری و نیازی نداری تکامل خودت رو برای کسی که پا به پای تو تکامل پیدا نمی‌کنه توضیح بدی. جلو زدن از آدم‌ها خیانت نیست. این یه سنده. سندی بر این که چیزی در درون تو تصمیم گرفته که زندگی کنه. اگه کسی توی زندگیت مدام بردهات رو زیر سوال میبره، تلاشت رو کوچیک میکنه و بابت رشدت بهت حس گناه میده، بلا فاصله بهشون برچسب نزن. فقط از نظر عاطفی فاصله بگیر. از شتابت محافظت کن. از اعتماد به نفست محافظت کن. از سکوتت محافظت کن. چون هرچی بالاتر بری، آدمهای کمتری میتونن خالصانه برات دست بزنن و این تنهایی نیست. این صعود کردنه. گاهی اوقات امتحان واقعی دوستی این نیست که وقتی داغونی کی کنارت میسته، بلکه اینه که وقتی داری مهار نشدنی میشی کی قلبش رو پاک نگه میداره. اگه این حرفا برات آشنا بود خوبه. اون احساس ناخوشایند بدبینی نیست، شفافیته. حالا تو بگو به نظرت بدترین جمله یا سوالی که یه آدم حسود میتونه بپرسه چیه؟ همون جمله‌ای که ظاهرش قشنگه ولی باطنش سمیه. برام کامنتش کن.